سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. در ویدیو امروز ما راگ بهروی را به معرفی میگیریم. دوستای عزیز، راگ بهروی از تات بهروی جور شده و نوتای راگ بهروی کاملا یک چیز از با نوتای تات بهروی، مثل یک مادری که یک دختری به دنیا آورده باشه که کاملا شباهت به خودش داشته باشه و یعنی سر وادی، سر مس و سری که بعد از ما زیادتر استفاده شده در عراق سر سه هسته. اوقات که خوانده میشه از طرف صبح تعیین شده، ولی خواهش میکنیم که این غلط فهمی نشه که شما در دیگه وقت روز ایده نخوانین و ایده به حساب تجربه نکنین و تمرین نکنین. جاتی از این سمپورن است که در آرویش هم 7 نوت است و در ابرویش هم 7 نوت است. 4 سر از این سر کومل است که سر ری، گا، دا و نی سرای کومل می باشد در عراق. سرای نیاز از این دوستای از سر سا، گا، ما و پا می باشه. سرای نیاز گفتیم سرایی است که بالای از سرا زیادتر این سرا زیاد طولانی خوانده میشن، یعنی سرشان افکت میایه، گمک میایه و اینا سر سرا زیادتر کار میشه، زیادتر این استاد میشه. وقتی که آدم میخوانه سرش همون سر زیادتر سرش استاد میشه و زیادتر او را میخوانه. میریم دوستای عزیز، یک جایی ایره ما روی ارمونیا میبینیم. دوستای عزیز، نرمال ما یک دفعه اسکیل میجر اسکیلی که ما تا دیده بودیم، ما او یک دفعه بر روی هارمونیا می نوازم. ببینیم یک دفعه ما امو اسکیلی را که ما تا بال می نواختیم و همراهش عادت داریم، اول او را می نوازم. سا ری گا ما یک میجر سکیل بود که تمامش نوت های شد است. از این یک سر تمامش نوت شده است. یعنی ما این میجر سکیل بود و امروز ما برای اولین بار ماینر سکیل میبینیم که دیگه شما اگر در قسمت میجر و ماینر سکیل پروبلم داشتین، این ویدیو را در بالا میگذارم، شما او را حتما چک بکنین. و میجر و ماینر ای بود که اینال وقتی که اینی میجر است، یعنی که سا بعد از سا 1 2 3 4 چهارم نوت در اینجا می آید، باز بعد از 1 2 3 نوت اینجا می آید. و اگر باز اینمی کلک ما در اینجا بره، یعنی اول از اینجا 1 2 3 سیوم کلک دو ما بالای نوت سیوم بیاید، این ماینر میشه. در راگ بهروی سر ری ما که اینجا ری شد بود، به عوضش ری کومل یا فلات می آید، به عوض گام فلات می آید و به عوض داون فلات می آید و به عوض شد نیم شد از فلات نیم می آید. یعنی این رقمی میشه. ما اتر می رفتیم نرمال در میجر سکیل سا ری گا ما پا دا نی سا، ولی آل اتر میریم دیگه. اینجا نمیریم، اینجا میریم، اینجا میریم، باز اینجا نمیریم، اینجا میریم. ما همون چیزی که هست همون چیز بود، پاوم همون چیزی که بود است، داوم اینجا مگه، یعنی این نوت اولش نوت کومل و یا فلاتش میگیریم، از نیم کوملش میگیریم و سا که خودش است. یعنی ما امی اسکیلی را که داشتیم که میجر سکیل بود، آله در این تغییرات آمد که 2 تا نوت در اینجا، یعنی در مجموع 4 تا نوت میشه که اینا کومل و یا فلات هستند که این راگ بهروی را جور میکنه.
یعنی ببینین راگ بهروی چی رقم است. یک دفعه آرو و هفت رویشه میریم. سا ری گا آرو روی راگ بهروی بود. شما دیدین که سر ری گا دا و نیما سرایشان سرای کومل و یا فلت بودن. دیگه سرایشان سرای شد هستن. و گفتیم که سر وادی از این راگ ما سرش ماست. مک یعنی سر وادی یعنی که زیادتر در عراق وقتی که آهنگ درش جور میشه یا آلاب می باشه چیک می باشه سر ما زیادتر استفاده میشه. و با سر سموادیش سر سه که یعنی که بعد از ما سر دومی که زیادتر مورد استفاده قرار میگیره در راگ سر سه می باشه. 4 تا سر است که اینا سرای نیاس هستن. سر سه، سر گا، ما و پا. سا، گا، ما و پا. سرای نیاز سرایی هستن که وقتی که کمپوزیشن درشان جور میشه یا آلاب می باشه در سری سرا زیادتر گمک استفاده میشه، زیادتر افکت داده میشه، زیادتر این سرا را پیچ میتن و تاو میتن به حساب زیادتر سرش کار میکنن در وقتی که کمپوز در آهنگ جور میشه. موضوع دیگه که بسیار مهم است ما باید از بفهمیم دوستای عزیز که راگ بهروی یک راگی است که بسیار فلکسیبل است. یعنی چی که یعنی دیگه نوتایش هم حتی بغیر از این نوتایی که ما پیشتر گفتیم که تعیین شده برای راگ بهروی، نوتای دیگرش هم حتی امی 12 نوت از اینجا تا اینجا حتی در آهنگای استیمی کلاسیک استفاده میشن. در وقتی که کسی یک غزل کلاسیک میخوانه اجازه نداره که از این نوتا بیرون برای از این نوتای بهروی. اما وقتی که آهنگای کلاسیک نبی باشه اینا حتی اجازه دارن که امی 12 تا سر حتی استفاده کنن در وقتی که اینا یک آهنگ جور میکنن. چی مانا وقتی که آدم میگه دیگه سرا را استفاده میکنه؟ وقتی که در یک سرای بیرون از راگ استفاده میشه قسمی میشه که او سر یک لحظه کوتاه استفاده میشه و باز دوباره در سر راگ میه. یعنی سرای فرعی و یا سرایی که خارج از راگ هستن اگه استفاده میشن به یک لحظه بسیار کوتاه استفاده میشن و دوباره آهنگ سرمون لین خود یا سرمون راگی که دمو جور شده دمو میره. در این راگ زیادتر اردو سر ری استفاده میشه، اردو سر ما، اردو سر ده و اردو سر نی اکثرا و بعض جایا همچنان اردو سر گا هم استفاده شده. یعنی در مجموع در آهنگ‌های غیر کلاسیک میتونه که تمام سرای یعنی اسکیل دی استفاده شود و امی باعث شده که راگ بهروی کمی مشکل و مغلق باشه برای کسایی که نو میآموزن، چون که اینا کانفیوز میشن، میگن که پس چه قسم اگر یک آهنگ میخونن میگن بابا ای خو سرایی که ما در راگ بهروی داریم ای خو این سرا نیستن،
چی رقم ما بفهمیم که ایده آهنگ در راگ بهروی جوش ده؟ ما زیادتر باید بفهمیم که راگ باید بلد باشیم، اما احساسش باید بلد باشیم، که چلنش ما باید از بلد باشیم که بفهمیم که ای آهنگ ده راگ بهروی جوش ده. ما باید از که پکرش بشناسیم که ما بفهمیم. ما یعنی موضوعات دیگه ایش هم هسته که ما بفهمیم مثلا که کدام نوت بسیار زیاد استفاده شده و وادیش چی است و سموادیش چی است. ما از روی از این چیزا باز میفهمیم که امی آهنگ در راگ بهروی جوش ده و یا نشده. و چون برای کسایی که نو شروع میکنن تمام این موضوعات انوز واضح نیست، از او خاطر امکانات از این هسته که نو آموزا زیادتر کنفیوز شون و این مشکل برشان خلق کنه. اما خواهش میکنم دوستای عزیز که شما کنفیوز نشین و این یک امکانات دیگه هم بر آدم میده که یک چالش از بر آدم، یعنی زیادتر آدم سر خود کار میکنه و زیادتر متوجه میشه و زیادتر یاد میگیره. از او خاطر هم اگر مشکلات خود داره هم خوبیای خود همچنان دوستای عزیز ای داره. خب حال ما پکر راگ بهروی ده میخوانیم. دوستای عزیز، ما گفتیم که پکر یک راگ معرفی میکنه، یعنی کسی که یک آهنگ کلاسیک میخونه و در شروعش می پکر میره. کسایی که راگ بهروی رو بلد باشن اونا دفعتا میفهمن که این می آهنگی که می هنرمند میخونه ای در راگ بهروی جور شده. کوردای راگ بهروی رو نشان میدیم. کورد اولش کورد اول، کورد دوم، کورد سیوم، کورد چهارم، کورد پنجم که دمنشت است، کورد ششم، و کورد هفتم. این کورداش دوستای عزیز، کوردای راگ بهروی و تات بهروی چون نوتایشان یکیست، کوردایشان هم یکی هسته و اینا را دوستای عزیز شما بسیار تمرین بکنین. وقتی که دستای شما با کوردا با یک اسکیل اگر که بلد شوه، باز اسکیلای دیگه هم اتومات شما یعنی میفهمین که کوردایش چی هسته. از او خاطر تمرین از اینا بسیار زیاد مهم است دوستای عزیز. تمرین از اینا را حتما فراموش نکنین. دوستای عزیز، بعضی از کامبینیشن نوتا هستند که در راگ بهروی بسیار اسپیشال هستند و این از خاصیت‌های بسیار شخصی راگ بهروی می باشه. یک چند تا از کامبینیشن نوتا است که ما رو یک جای بروی کیبورد هارمونیا می بینیم که اکثرا ما از اینمی کامبینیشن نوتا می فهمیم که این آهنگ در راگ بهروی جور شده. این یعنی کمک میکنه آدم اگر اینی چیزا را متوجه آدم باشه، امین نالج موسیقی آدم بالا میره و این بسیار خوب است برای ما. Da
یک بار دیگه. این کامبینیشن بسیار مخصوص راگ بهلوی است و کامبینیشن دیگه نوتا دوستای عزیز، چلن و حالا به ازیره ما یک ویدیو دیگه آماده میکنیم. به خاطر از اینکه این ویدیو بسیار طولانی نشه، ما مخصوصا به خاطر از اینکه شما خسته نشین یک ویدیو دیگه آماده میکنم. خب دوستای عزیز، این بود ویدیوی امروز ما. امیدوار هستیم که اوقاتی که ما با ما بودین یک اوقات تجربوی و آموزندوی بوده باشه و ما تونسته باشیم که از یک دیگه خود چیزای نو یاد گرفته باشیم. شما سوالات خود خواهش میکنیم که قسمت کامنت ها بر ما در میان بگذارین و من بسیار خوشحال میشم که رو بتونم جواب بدم. و اگر شما از امی نوع ویدیوها خوشتون میاد و کانال تا حالا سابسکرایب نکردین، لطفاً کانال را سابسکرایب کنین تا و ویدیوها را با دیگران دوستایتان شیر کنین تا که کانال بتونه رشد کنه و من خوبتر بتونم در خدمت شما دوستای عزیز قرار بگیرم. این بود پروگرام امروز ما دوستای بسیار نازنین. تا هفته آینده همه شما رو به خدا میسپاریم. بای بای.